آغاز سخن نامی خدا میگویم. سلام بینندگان عزیز، اینک برنامه گنجی پرشون خدمت شماست. باز یادآوری از اون فرزندان آبرومندی که از کشورهای فارسی زبان جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان امروز بیرون در سراسر جهان در فعالیت هستند. باید قید کرد که این فرزندانی که امروز بیرون از کشورشان در مناطق گوناگون کشورهای دیگر در خدمت هستند، با خدمتشون، با کارهای خوبشون، با تحصیلشون، با آداب و عرف و عادتهای خوبشون اون تاریخات و معدنیت و فرهنگی بای و پرانات ملت فارس و تاجیک را برای جهانیان معرفی میکنند. میمونی امروزه من خورسند یاروف، این اسپرندی دانشگاه دولتی شهر مسکو. سلام خورسند عزیز. ما میریم به سراغ که شما چون امروزه در وقتی برنامه ریزی من چند چیزی از مثلا اون زندگی نامه مهمانی که اینجا هست میخونم. خورسند یاروف یکی از گیمنازهای شهر دوشنبه رو ختم میکند. سال 2008 در دانشگاه تکنیکی شهر دوشنبه تحصیل میکند و سال 2013 اون رو با دیپلم سرخ ختم کرده است و سال 2013 در ماجستراتور دانشگاه دولتی شهر مسکو داخل شده و سال 2015 اون رو نیز با دیپلم سرخ ختم میکند و راه به اسپیرانتور همین دانشگاه در تخصصی مواد شناسی، یعنی اون بایگره زیر زمینی که امروز در این یا اون گوشه و کناره های وطن ما هستن و اینجا هستن، از نظری نظریوی یا از نظری مثلا دقیقی هم باشد که یعنی ما امروز متخصصان خوبی نداریم که خدمت به وطن کنن و از جمله امروز آقای خورسند از اون شخصیتی هستن که در این راستا علمشونه علم داشتند. خورسند میرمان، از شما تشکری زیاد میکنیم. شما آدم علمی هستید. البته هر یک لحظه برای شما خیلی قیمت هست. شما امروز مهمون ما هستید. خوب میریم به همون چیز. اگر چیزی اول گفتنی باشید برای بینندگان مرحمت، اگر نشون میکنیم به اون سوال. سلام به استاد، به شما و تمام تماشابینان و خیلی متشکرم از اونی که ما رو پذیرفتید، مهمان خود دعوت کردید. از دعوت شما خیلی متشکرم. بله، خیلی که معرفی کردید، مکتب رو در تا صنف 9 در مکتب دهمون تحصیل کردم، در دهه چورکرانی ناحیه رودکی. بعدا در شهر دوشنبه در گیمنازیای هاتام و پو داخل شدم، اون رو ختم کردم و فکر میکنم باید قید کرد که در دوام تحصیل در این گیمنازیا در آزمون‌های جمهوریوی و بین المللی از فن شیمی و فیزیک و باز از فن نانوتکنولوژی اشتراک کرده. خوشبختانه در بسیاری آنها موفق شدیم و همین آخرین آزمونی که من در آنجا جا گرفتم ساحه نانوتکنولوژی راستی ساحه است که هم دانش شیمی و هم فیزیک و هم متماتیک و هم برنامه سازی را در بر میگیرد. بسیار فن ساحه ضروری در جامعه امروز ضرور است. همین مرا گیم شوقم را به این ساحه زیاد کرد و من کوشش کردم که اول در دانشگاه تکنیکی داخل شدم، بعد کوشش کردم که از اونجا به دانشگاه دولتی مسکو به اصطلاح پیرواد گیرم. بعد متاسفانه نشد، اونجا رو دانشگاه تکنیکی را ختم کردم. پس از اون دنبال این گیم فنی جالب یعنی مواد شناسی از آن جمله نانوتکنولوژی با این فاکولته مواد شناسی علم های دانشگاه ملی مسکو داخل شدم، ماجستراتور. خب کمی میخوام درباره فرقیت
نه بیاد یک کنیم برای که یک شود یک پیوستگی شود. شما از گیمنازی خود دانشگاه تکنیکی دوشنبه داخل شدید. یعنی تاجیکستان حدود تاجیکستان است، یک نمودی فرهنگ است و استراتژی میگه یک نمودی منتالیته قبول مردم هست. شما اومدید در دانشگاه دولتی شهر مسکو. البته این از دانشگاه تکنیکی شهر دوشنبه فرق زیاد دارد و مسکو هم از شهر دوشنبه خیلی فرق زیاد دارد بر رنگارنگی مردمش، با خوی خاصیتی رنگارنگی مردمش. خب وقتی که شما آمده تو وارد به دانشگاه دولتی مسکو شدید، چی چیزیا مقابلت میکردن؟ یعنی مشکلات ها چی بودن؟ خب چه خیلی که قید کرده دوستان، در حقیقت منتالیته اینجا کلا از ما فرق میکند و این تا اندازه گفتی بسیار تاثیر کلان بخشید برای اول در حالت تحصیل کردن و در حالت در دوره گیم به اصطلاح ادپتاسیا. و خب باید قید کنم که سطحی درس دادن و سطحی یعنی گیم دانش آموزی و سطحی تجهیزانیدن خود دانشگاه دولتی مسکو از دانشگاه تکنیکی تاجیکستان، خب اگر وقت کتی اگر فرقیت کنیم با کمی 100 سال فرق دارد. باور کنیم برای چی؟ خب ببینید یک مثال میارم. در دانشگاه تکنیکی وقتی ما تجربه میگذراندیم برای کاری دیپلمی کردن، خب در دوره سیوم یا چهارم کورسی بود یاد دارم، یک تجهیزات که کار کردیم. خودی تجهیزات اختراعاتش اولای عصر 20، اما خودی همون تجهیزات سال تقریبا 1930 به فکرم به تاجیکستان آوردگیان و همون تا حاضر استفاده شده است. خب انا که یعنی معلوماتی که از اون فرض کردیم تجهیزات میگیری و کار علمی میکنی و تجهیزاتی که در هم دانشگاه دولتی مسکو من شخصا خودم کار کردم، خب میگم که یک 100 سال فرق میکند. چون که خب از نگاهی عمیق گرفتن معلومات در تجربه از درباره خودی گذراندن همه اکسپریمنت ها، بسیاری تجربه هایی که حاضر در اینجا گذرانده می شوند اونها 10 ساله اخیر اختراع شدند، خودی تجربه ها اختراع شدند و اونها در دانشگاه مسکو استفاده می شوند. خیلی باز باید گیم که دانشگاه مسکو در حقیقت دانشگاهی که هست که شاید یگانه دانشگاهی باشد که در دولت‌های پس شوروی و یا در خود روسیه که همه وقت سطحی تجهیزانیدن و سطح علم و سطح درسدهی با سطح جهانی نگاه داشته می شود و کنترل کرده می شود که همون استانداردهای جهانی که هستند همون استانداردها در همین دانشگاه روانه کرده شوند و اونها حرکت میکنن که از همون سطح جهانی قفا نمونند. این نشان میدهد که دانشگاه مسکو در بسیار ریتینگ ها اگر 5 سال اخیر نگاه کنیم یا 10 سال اخیر نگاه کنیم فقط پیشرفته ایستاده است. یعنی از این جهت بسیار فرق کلان است. و از جهت منتالیته گیریم اگر در حقیقت جامعه در اومدم که کلا از جامعه و از تصورات و از پارادایگم های ما فرق میکند و آسان نبود که شاید اول در بعضی خطاگی ها گذاشتن در رفتار و در گفتار، اما خوشبختانه تا اندازه علاقه به همین محیط مخته شده ایم. من باید به بینندگان اشاره به اون میکنم که بیا نظر کنیم ما وقتی که در بعضی صحبت ها با این یا اون تحقیقگران یا اون استراتژی اکسپرت هایی که میگوییم در اینجا و در مناطق دیگری روسیه صحبت میکنیم، یعنی از اون پرسیده میشن که برای آماده کردن یک متخصصی خوبی یک ساحه چی باید کرد؟
این تو ده ها هزار یا که تو صدها هزار دلاری لازم است که از دوران طفولیت، از سینی تا باغچگی، تا ختم مکتبی میونه، تا ختم دانشگاه، تا حمایت به این طفلک صرف می شود، یعنی با اون دانشگاه و بعدا با اون متخصص صرف می شود. بیا نظر کنیم که اون دوستانی که امروز اون گنجای پریشونی که امروز از جمهوری تاجیکستان به اینجا میان یا که از کشورهای دیگر کشور شرقی مثلا فارسی زبان به اینجا میان، بدون این تجهیزات، بدون این پول ها، اونا یک سطح را کسب میکنن که در بعضا کس در حیرت میموند. من بسیاری از شنیده هم هستن، از صحیفه‌های روزنامه‌های جهانی، از صحیفه‌های سایت‌های جنم زیاد میخونم که فلان فرزند تاجیکستان در یک مقصد یعنی مسابقات تکنیکی یا که علمی بین المللی جای اول گرفته است، یا که یکی از طفلکان، یکی از جوانان مکتب خانه که در مایکروسافت به فکر من اونجا یک چیز گوگل وارد شده است. به نظر که مجای بود یک سرزمینی عالم خیز و یک سرزمینی پهلوان خیز است. فقط اشاره به اون چیز است که اگر امروز نیازهای معارف در منطقه و در مراکز اگر به این چیز زیاد بیشتر توجه کنم به جوانان ما و طفلکان ما، خیلی کار البته از سین اون باغچگی خیلی کار خوب میشد. خوب، بسیار خوب است. میگم چی داخل در شدید من وارد به ماجستراتوره. خوب اشاره کردی که با یعنی امسال با دیپلم سو ختم کردید اسپیرانتوره. بیاید اشاره کنیم فرقیت از ماجستراتور به اینجا چی چیزی ها مثلا لازم شدن که شما به اینجا اومدید؟ چه مشکلاتی ها که چی راه راست بود، چی کمک‌های از البته اینجا امک و توا کسی نیستن، یعنی چی کار کردید؟ خب در حقیقت در دوام خواندن در ماجستراتوره من شخصا حتی در فکرم نمی اومد که میتونم که در همین جا دیپلم سراغ گیرم. بعد چون که وقتی در اومدم این سطح این محیط مشاهده کردم، چقدر که میگم در یک حالت شوک بودم، یک مدت در یک حالت شوک بودم و از سببی که بسیار ذوق و شوق زیاد بود و یعنی خواهشی از یک طرف خواهشی علم آموزی، از طرف دیگر خواهشی یعنی تا اندازه چه بگم، خب ما می‌بینیم که متاسفانه خیلی متاسفانه سطحی یعنی خودی همین استاتوسی تاجیکستانی ملی ما خیلی پست است متاسفانه. از یک طرف دیگر همین چیز هم برای من سبب شد که من در مقصدهای خود استوار ایستادم و اساساً برای من مشکل‌تر جهت عملیش بود. جهت نظریوی بعدی که مشاهده کردم سطح پس نبود، حتی از بعضی همکورسای خود از جهت نظریوی خوبتر نتیجه نشان میدادن. اما از نگاه چخلی که گفتم تجربه ها که نبودن، فرض کردیم تجهیزات ها که تماما نبودن در خودم، یکم تجهیزات یکم تجربه گذراندگی نبودن قریب که تا یاد گرفتن و تا آموختن و تا دیدن و همین چیا یک مدت بسیار مشکلی ها بودن و بعد یکم سمستر سپاریدن یک فن بسیار دشوار بود. بعدی که هم فن 5 گرفتم، بعد فکر کردم که میشود که همین ماجستراتوره اعلا تمام کنیم. خوشبختانه گرفتیم دیپلم اعلا و بعد من خود که در همین ساحه علم میخوام فعالیت کنم، با من پیشنهاد کردن که مرحمت اگر خواهشت باشد میتونی در اسپیرانتوره خونی در ما. اما اینجا بعضی مشکلاتایی بودن که فرض کردیم برای شهروندای تاجیکستان در اینجا اسپیرانتوره خواندن پولاکی است، شرط نموی است و شرط پولش تقریبا 300,000 روبل است. این برای یک سال؟ بله برای یک سال. معلوم است که متاسفانه من این پول دادن نمیتونستم. اما
بعضی پروگرام ها بودستند در همین خودی همین دانشگاه دعوتی مسکو. یکی از آنها پروگرام ساعت چیزی نگذرو بجام که اگر والدین در دولت‌های پس شوروی تولد شده زندگی کردگی باشند، امکانیت هست که همون با البته با توصیه همون استادان میتوند که همین شخص در اسپرانتورا در شکل بودجوی خواند. و خوشبختانه با همین پروگرام آمدیم امتحان سپاریدم. همین ماه سپتامبر بودن 3 امتحان. خوشبختانه امتحان سپاریدیم و خدا خواسته باشد 3 سال دیگه با اسپرانتورا بخوانم. بسیار خوب، بسیار خوب. بیان نظر به یک چیزی که من اشاره میکنم، یعنی شما وقتی تحصیلم در گیمنازیا به آزمون خیلی زیاد شرکت کردید، این پایه شد برای شما برای داخل شدن به دانشگاه. از این به بعد برای ماجستراتور داخل شدن، خوب دیپلم سرخ ختم کردن از یعنی شما یک پایه خوبی داشتید. آیا دانشجویی یا که ختم کرده میانه حالی تاجیکستان میتواند داخل شدن به اینجا؟ البته اگر خواهش داشته باشد. خب یعنی از نظر تجهیزات شرایطی اونجا متاسفانه اگر یک طلبه یا یک دانشجوی میانه دانشگاه های ما رو اگر گیریم، دانشجوی میانه متاسفانه نمیتوند. اما اینجا یک چیز باید خواهد کرد که اگر خودی همون شخص خواهش داشته باشد، البته فرض کردیم اگر تا اثر تا ساعت 1-2 اگر در دانشگاه باشد، والا که میتونه در وقت دیگر از بالای خود کار کرده نظریه تیار شود. و اینجا امتحان داخل شویش فقط امتحان نظریوی است. اینجا تجربه نمیپرسند. بسیار خوب است و حتما باید این شانس رو استفاده کرد. و من فکر میکنم که هر یک دانشجویی که در حقیقت خواهشی در سعی دادن دانش خود باشد و یا که برای فکر ترقیات داشته باشد، همون در سایت خود همین دانشگاه یا که همون فاکولته که میخواد داخل شود، هم پروگرام‌های هم سوال‌های سال گذشتهش هست. یعنی فکر میکنم که این بسیارتر از خود شخص وابسته است. و من هستند حتی شخصانی که دیپلم سرخ تمام کردگان دانشگاه‌های خودمون، اما متاسفانه به تیاری نمیتونن داخل شده اینجا. حتما باید تیاری دیدن در کار و این گیم شانسی که بودجوی در این دانشگاه ها خواندن ممکنه، این شانس را فکر میکنم جوانانی ما باید استفاده کنند، چون که در خواندن در دانشگاهی که سطح جهانی دارد این یک خوشبختی است فکر میکنم. بهترین. من اشاره به بینندگان عزیز اونجا میکنم بیا نظر کنیم. یعنی چند مدت قبل ما در مسائل در برنامه گنجی پریشان با دوستی صحبت داشتیم اینجا که در بین مسابقات دیوارزنی روسیه جای اول رو گرفته است. بچه از تاجیکستان است. در شهر یکاترینبورگ اول میگه که در میان شرکت ها شد، بعد در خود شهر یکاترینبورگ شد، بعد ولایت سوردوزک شد. از اینجا گذشته است. اینجا در میان 8 نفر دیوارزن عمومی روسیگی جای دوم گرفته است. این عجایبات، یعنی نظر کنید که ملتی تاجیک یا که جوانان تاجیک تا کدام درجه امروز دست به فداکاری یا دستی به کاری حلال میزنند. وقتی که اینجا صحبت گرچند که خیلی بچه شرمگینم بود، اما از نظر نظریوی هم همون گذاشتن خشت نشان میداد. از نظر نظریوی چقدر دیوار زدن یا که همون میلیمتر و سانتی متر میان خشت‌ها رو میگفت که از این نظر میپرسن که این برای جوانانی که از تاجیکستان میان اول یک میگن مشکلات زبانی، یزیکوای بریر، مشکلات زبانی است، بعد مشکلات روحانی است که روانشناسی است، و مشکلات زیادی فرهنگی هم است. اما این مدام تا اینجا است. یا که خیلی جوانان زیاد که قهرمان جام که مدک دوستی از یک 4-5 کرات قهرمان اروپا، یک کرات قهرمان جهان، 14 کرات قهرمان روسیه، از این 11 سالینا جوانانی که از تاجیکستان هستند. خوب حسین عزیز، شما چی می‌خواستید؟ گفتم برای من امروز رو شما تماشا می‌کنم در تاجیکستان و قرقیزستان و کشورهای آسیای مرکزی، با اون جوانانی که به خصوص جوانان تاجیکی که امروز دست در تحصیل دارن و میخوان در آینده، البته هر جایی که باشید شما با این نام نیکتون خدمت به وطن میکنید.
گرچه که تاثیر اینجاست شما باعث یک فرزند تاجیکستانی گرچه که حجت‌های روسی هم بگیرید که هیچ وقت میگن که زاغ را با رنگی سفید کبوتر ساختن ممکن است و کبوتر را با رنگی سیاه زاغ ساختن ممکن است. همون کبوتری خوب هستیم، اون بهتر است به فکر من. این چیز دیگر کردن نمیشود، همون ملت یک ملت است. چی میخواید بگویید که مقصد چی چیزیا باید از شروع از کدام سن سال از کدام صنف‌ها باید آمادگی خوب بگیرن، نه با مشکلات بلکه خوبترک تا به این سطح رسن؟ در دوام سخنهای شما یک ربایی محمد اقبال یادم رسید، میگه که غربیان را زیرکی راز حیات، شرقیان را عشق راز کائنات. بعد میگه خیز و نقش عالمی دیگر بینه، عشق را با زیرکی آمیز ده. یعنی فکر میکنم که شخص عصر 21 خصوصا شرقیان که عشق دارن، در حقیقت ما در منتالیته در مردم فرهنگ دوست هستیم و صدقی هستیم. یعنی صدقی که فکر میکنم در مردم شرق هست، و صدقی رو من خصوصا در مسکو ندیدم و فکر میکنم که یعنی اگر از چیزهای عمومی گیریم حتما باید که هم زیرک باید باشی در عصر حاضر و هم عاشق باید باشه. یعنی هر دوی همین رو یک جا کرده میتوان موفق شد. خوب که برای برادرانی که در حقیقت میخوان که علم جهانی رو آموزن و یعنی خواهن که یعنی من فکر میکنم که شخصی که علم که سر و کار دارد، اون شخص یک یک محبتی به همون دانش و به همون چیزی نو یاد گیرن، به همون تجربه گذاری دارد که اون محبت نه گویم که آموخته می شود و نه یاد نمی شود. اون محبت در هر یک همون شخصی که میخواد علم بکنه همون هست و همون چیز سبب می شود که انسان می آموزد و انسان تجربه میگذراند و دیگر و همون شخصانی که در حقیقت تیارن حیات خود را برای علم و برای ترقی، یعنی من شخصا خود که در ساحه علم سر و کار دارم، همین ساحه را هر کی که میخواد که همین ساحه باشد. خب یکم زینه این است که باید آزاد فکر باشن، یعنی باید از چیز هراس یا از چیز یعنی فکر کردن نترسن. و پس خب همون مکتب یا که گیمنازی خود رو اگر فنای دقیق باشه فنای دقیق یا گومانیتاری همون ساحه خود رو دوست دارن و همون ساحه خود رو بیاموزن و با امید پروگرام مکتبی و یونیورسیته نشون. حاضر خوشبختانه سامانه اینترنتی زیاد هستند که در همه ساحه ها بسیار می شود که خودآموزی کرده سطح خود رو زیاد کنه. یعنی یکم فاکتور که شخصی طالب علم باید باشه این آزاد فکری. دوم فاکتور اساسی این مستقلیت، یعنی همون شخص باید مستقل باشد، باید نگاه نکند که استادی وای به وای وظیفه میده که هم وظیفه اجرا کنند. یعنی باید خود همون مستقلیت رو به دست گیرد و هر روز یک چیز نو یاد گیرد. فکر میکنم که حتی در MIT و هاروارد هم داخل شدن ممکن است اگر خواهش و آرزو بله کسی که نباشه. خب چون وقت این سال با هر کس میدیم من و یک میمونینگ شو است. خوب حدودی 3 سال البته که تحصیل اسپرانتور است و انشالله این خوب پایان رسد. نقش های بعدی نه چی خواهند بود؟ اینجاست یا که جای دیگر؟ خب سوالی هست که برای من همه سوالی مشکل است باور کنید. فکر میکنم هر یک شخصی که بیرون از وطن است این حال این سوال برای هست، خود به خود این سوال رو میدهد و من همیشه این سوال رو به خود میدهم. این حال خب نقشه اگر نزدیک گیریم، اگر 3 ساله آینده 4 ساله آینده من نقشه دارم که اسپرانتو را موفقیت ختم کنم و حمایت کنم نامزدی علم. بعداً خب
یک چیز متاسفانه این فکت است، باید گویم که در ساحه علم کار کردن کاری کمبغالان نیست. به کدام معنی؟ به معنی که یک تجهیزاتی که فرض کرده من در او کار میکنم در همینجا، رنتگنوفسکی دیفرکتومتر ریگاکو ژاپنیایی، نرخش تقریبا 1,200,000 دلار. فکر میکنم که برای دولت ما عین حال که مشکلات اقتصادی زیاد دارن، با این کارها مشغول شدن، یعنی با چیزی کار علم گیم که قدر سرخرج است، اونقدر توجه نیست. از این رو اگر در ساحه علم کار خود رو، فعالیت خود رو دوام دهم، احتمالیت کم است که باز تاجیکستان رو، و اگر که یکم فعالیت خود رو مثلا گیریم در استحصالات یا در دیگر اگر دوام دهم ممکن. البته گفته شما که ما در کجای باشیم کبوتر است و همیشه حرکت بر آن داریم که اگر که خوبی هم که نکردن نتونیم، نسبت ملت و نسبت دولت خود بدی نکنیم. تشکر. خداوند عزیز، من از شما ایزاری تشکر میکنم که شما امروز ما با شما از طریق فیسبوک اولا از دوشنبه تماس گرفتیم، باید بگذارید بینندگان بدونن. بعد شما اینجا آمدید، اینجا زنگ زدیم و امروز نخستین و آخرمون است و فکر میکنیم که گویا که من و شما 10 سال یک جا دوست کرده باشیم. این باره که یک رنگ خون در بدن من و شما رفته است و از یک فرهنگ داریم. فرهنگ که ما هستیم ما و یک فرهنگ است. بینندگی عزیز، من اشاره به چی میکنم؟ اشاره به اون میکنم که امروز آره، هر یک فرزندی که بیرون از تاجیکستان هم کجای هست، اون خدمت به وطن کرده است، نام نیکش خدمت برای وطن است، اون ورزشگر هم است، برداشتن یک پرچم تاجیکستان خدمت بزرگ برای اون ملت است و امیدواری زیاد هستن و امیدوار زیاد جوانانی که اینجا هست دارن و تمام مردمی تاجیک که امروز بیرون از وطن هستن خیلی خوشبینن که روز از روز و ماه از ماه یا که سال به سال انشالله که وضع اقتصادی علمی تاجیکستان بهتر خوبتر خواهد شد و اون گنج‌های پریشانی که در این یا اون ساحه امروز بیرون از اون خاکی پاکی تاجیکستان هستن روزی به اونجا خواهند گشت. و ما در یکی از صحبت با استاد کزازی، یکی از شاهنامه‌شناسان خیلی معروف شرق، اون اشاره به اون گفت‌های استاد رودکی بزرگوار که میر ماه است و بخارا آسمان، میر نزد میهمان آید همه، و اشاره کرد که آقای رحمانی شاید این گنجای پریشان شاید میری پیدا شد که این گنجای پریشان را روزی در اون بخارای بزرگ جمع آورد. و اشاره بخارای بزرگ هم استاد رودکی بزرگوار نه فقط به بخارا کرده بود، اون با تمام اون زمان خراسان بزرگ و ایران بزرگ که اون زمان بودن اشاره به شده بود. گرچه که ایران و افغانستان و تاجیکستان امروز در قسمتی سیاسی جدا هستند، اما اون فرهنگ پرقناعت اونها یک جایه دائما آزاد است. یعنی اون ایران سراسر وجود دارد، اون خراسان سراسر وجود دارد. من به تمام اون دوستان و برادرانی که در آینده میخوان دستشان در علم دراز بکنن و استفاده برند و قسمت خودشون به این پیوندند، رشد رواجی کار و برکت خداوند در کارشان میخوام. اینجا برنامه گنج پیوند به پایان میرسد. خداوند یار و مددگاری شما.